سپارش امامعلی رحمان به دریافت راه و اصولهای نوی اجرای نقشه انداز و بودجه دولتی در جلسه آخرین حکومت در سال 2022. در مسکو دو زاده تاجیکستان را برای تجاوز و کشتار بیرحمانه یک نفقه‌خور زندان کردند. صادر جباروف باز تاجیکستان را دشمن خوانده به حمله مسلحانه ایبدار کرد. بیش از 330,000 مهاجر تاجیک در سال 2022 وارد قزاقستان شده اند. در دوشنبه با حضور رئیس جمهور تاجیکستان مجلس آخرین حکومت در سال 2022 برگزار شد که در آن اجرای نقشه های بودجه دولتی بررسی شد. طور دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور اطلاع داده است در کار جلسه مسئله های وابسته به تدبیرهای اجرای قانونی تاجیکستان درباره بودجه دولتی تاجیکستان برای سال 2023 که از روی آن وزیر مالیه تاجیکستان فیض‌الدین قهارزاده گزارش داد مورد بررسی قرار داده شد. امامعلی رحمان به اعضای حکومت کشور و راهبران وزارت و اداره ها برای تأمین سریع اجرای نقشه های بودجه دولتی در سال 2023 دستور و سپارش های قطعی داد. از جمله امامعلی رحمان سپارش داد که برای دریافت راه و اصول های نوی اجرای نقشه انداز و بودجه دولتی، تشکیل جای های نوی کاری، جلب شهروندان به مهنت فایده‌ناک دستی از قبیل تلاشویی در قلمروی مملکت تدبیرهای به تأخیر اندیشیده شود. تاکید شد که در مملکت بیش از 7,000 نفر برای تلاشویی اجازت نامه گرفته به این نمود مهنت جلب شده اند. همچنین در این جلسه اعضای حکومت نقشه کاری حکومت تاجیکستان برای نیم ساله یکم سال 2023 را بررسی کردند. ذکر شد که نقشه کاری حکومت تاجیکستان برای نیم ساله یکم سال 2023 تأمین رشد استواری اقتصادی و اجتماعی مملکت را برای دوره‌های من بعد فرا می‌گیرد. علیه دو مهاجر از تاجیکستان که در تجاوز و تحقیر و کشتن کمپری پیرانسال در روستای بوژانی نوی ولایت مسکو متهم شده بودند حکم دادگاه صادر شد. بختیار شیرایف شهروند تاجیکستان که گناهکار اساسی دانسته شده است 23 سال را در کلانه نظامش شدید سپری خواهد کرد. شریک او رحمانقل حمیدوف طبق حکم دادگاه به مدت 10 سال در کلانه رژیم عمومی عمر خود را می‌گذراند. در این باره شبکه تلویزیونی NTV خبر داد. به اطلاع منبع همه مرافعه های سعودی در حالت پوشیده از مطبوعات و پشت درهای بسته برگزار شدند، چون در جریان سود تفصیلات دهشتناک کشتار نفقه‌خور از قاتلان پرسیده شده است. حادثه کشتار کمپر نفقه‌خور بیشتر از یک سال پیش ماه سپتامبر سال 2021 روی داده است. خانم نفقه‌خور 66 ساله که دیندار بوده است وقتی بازگشتش از کار در معبد به قاتلان روبرو می شود. قاتلان مهاجران تاجیکستانی چون منتظرش بودند مشت و لگدی بسیار زده بعد از آن با نوبت او را دشنام داده حادثه را نوار برداری کرده اند. علاوه بر این از همیان کمپر سمارتفونش را گرفته با خود برده اند و هنگامی که به خانه برگشتند این نوار را در اینترنت نشر کرده اند. این دو قاتل همراه دیگر مهاجران در روستای بوژانینوو در یک خوابگاه میزیستند. پس از کشتار وحشیانه کمپری نفقه‌خور ساکنان دهه به وحشت افتاده به مقامات مراجعت میکنند و در نتیجه مقامات تصمیم گرفتند که خوابگاه را کوچانند. رئیس جمهور قرقیزستان صادر جباروف روز 29 دکبر در مجمع یادگاری آتبییت ولایت بادکند در مراسم دفن لیتنانت قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان داستان انوربکوف که در مناقشه مرزی قرقیزستان تاجیکستان جان باخته است شرکت و سخنرانی کرد. در نواری که خبرگزاری اکیپرس رسانه‌ای کرده است صادر جباروف ضمن سخنرانی جانب تاجیکستان را دشمن خوانده باز هم تاجیکستان را به حمله مسلحانه ایبدار کرد. صادر جباروف گفت در ماه سپتامبر سال روان در حمله مسلحانه به ولایت بادکند جوانان کشته شدند و این حادثه برای تمام مردم قرقیز اندوه‌آور بود. رئیس جمهور قرقیزستان افزود متاسفانه چند پیش کشور همسایه به قلمرو قرقیزستان حمله کرد، اما داستان بر این جوانان دلاور قرقیز چون دیوار به محافظت وطن خود ایستاده هجوم مسلحانه را خنثی کردند.
در دوام سخنرانی خود جبارف اظهار داشت که دستان انوربیکوف به سوگند جنگی خود وفا کرده در جنگ‌های ضد دشمن برای وطن، برای صلح و آسایش خلق قرغیز بهر تمامیت ارضی کشور دخل‌ناپذیری سرحد کشته شد. گفتنی است در مناقشه سرحدی بین تاجیکستان و قرقیزستان سنه 16 سپتامبر سال 2022 زاده ناحیه طلس معاون سرداری دیدبانگاه مرزی داستوک داستان انوربیکوف 21 ساله هنگام زد و خورد در حدود مکتب دهه‌ای دوستوک به هلاکت رسید. جسد سرحدبان مدتی طولانی شناسایی نشده باقی ماند و تنها پس از یک سلسله تشخیص‌ها شخصیت او معین کرده شد. وزارت کارهای داخلی جمهوری قزاقستان از وضع قبول مهاجران دوام سال 2022 در این کشور خبر داد. به گفته اسلان اتالیکوف، اجرا کننده وظیفه رئیس کمیته خدمات مهاجرت قزاقستان، در سال جاری بیش از 5 میلیون شهروند خارجی از جمله 330,000 نفر مهاجران از تاجیکستان وارد قزاقستان شده اند. در این باره پایگاه اطلاع رسانی کازین فارم خبر می دهد. به اطلاع منبع از همه زیاد به قزاقستان شهروندان فدراسیون روسیه 2,900,000 نفر به قید گرفته شده اند. در جای دوم 2,300,000 شهروند ازبکستان وارد کشور همسایه قزاقستان شده اند. همچنین 730,000 شهروند قرقیزستان، بیش از 330,000 از تاجیکستان و حدود 90,000 شهروند ترکیه در سال 2022 وارد قزاقستان شده اند. وزارت کارهای داخلی قزاقستان همچنین شرح داده است که 650,000 خارجی موقتا در قزاقستان به سر میبرند. قریب 6 میلیون نفر خارجی این کشور را ترک گفته اند.